هلو گایز، به رپ استریت خوش اومدین. امروز خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لحظه مصطفی چاکس بیا امروز ریاکشن داریم. چه ریاکشنی؟ پارت سوم از ترک مشکی به نام نیکتوفلیا. این همین بیماری روانیه حاجی. این ترک خداست. شما شنیدی این ترکو؟ نه ولی خب کامنت ها رو دیدم خیلی ترکیده. آره ما ترک ها رو نمیشنویم برای اینکه ریاکشن بگیریم، میخوریم ترک ها. آره با هم دیگه ترک رو ببینیم. آقا بریم سر وقتش سری. بریم بیایم. چاکس ماکس فاکس. خب برگشتیم خدمت شما دوستان عزیز با ترک نیکتوفلیا مشکی با آهنگسازی راسام سهرابی و میکس و مستری راسام سهرابی. مشکی دیوانه است. بچه‌ها اینا با هم دیگه رپ دارن. ترک اول دوم رو ریاکشن رفتیم. اگر ندیدینش حتما به کانال مراجعه کنید و اون دو تا ترک رو ببینین. این ترک سومیه که تو فاصله یه هفته اومده. بریم سراغش خیلی سریعتر. بریم سریعتر ببینیم چی میشه. دکترم هست. کی هست؟ دکتری نداره. یه روزی میکنم خودم و خلاص، راحت میشم از شر این قلبم. هر بار خواستشو کردم تأمین، منو له کرد مشتای مغزم. اوه حاجی میگه هر بار خواسته قلبمو تأمین کردم، خب منو به گاه داد. چرا واقعا؟ حاجی این ترک بد دیپه. حاجی مشکی برای چی اینجوری شده؟ شکست عشقی خورده. یه روزی میکنم خودم و خلاص، راحت میشم از شر این قلبم. هر بار خواستشو کردم تأمین، منو له کرد مشتای مغزم. من غربتو دیدم تو وطنم، زیر مشکل و صاف شده دهنم. تو این چند سال ناجور پاچیدم، میشه واسه چند ثانیه بکنی بغلم؟ بابا ولم کن. وای حاجی خیلی دپه. میگه بکن بغلم. بغض رو دیدی تو صداش؟ چه بغضی داشت تو صداش. بعد میگه من غربت رو دیدم تو وطنم، یعنی من تو ایران خودم که بزرگ شدم. من حس میکنم بعد همون دیسپکه خیلی مشکی دیگه نتونست نه سر کار بره نه میتینگ رپی بره. به گفتهای خودش میگه هر موقعی که من دیگه شناخته شد صورتم دیگه اصلا نمیتونم سر کار برم، نه تو اتوبوس میتونم راحت برم. هر جا برم میگه دانیال مشکی. مثلا تهران که خیلی اصلا با مشهد و جای دیگه فرق میکنه. اصلا میگه من غربت رو دیدم تو وطنم، یعنی همون جایی که من به دنیا آمدم و بزرگ شدم میسکال آره من همون جایی که بزرگ شدم خب غریبم انگار، یعنی تو شهر خودم تو کشور خودم غریبم. خیلی دارک تأمین منو له کرد مشتای مغزم. من غربتو دیدم تو وطنم، زیر مشکل و صاف شده دهنم. تو این چند سال ناجور پاچیدم، میشه واسه چند ثانیه بکنی بغلم؟ آخه بندنده تنم درده، قصه ها اومدن و شادیمو بردن. حالا اونیو دارم که جلو چشمش توی درگیری عشقشو کشتن. واجی این حرکته اصلا تو ویدیوهاش هست. یعنی موقعی که میخواد یکی اصلا تو ویدیوش مثلا بزنه یا بکشه این کلمه تو میگه تو درگیری عشقشو کشتن. این آجی من نمیدونم چه حسی داره تو درگیری اگه عشقت مثلا بمیره یا دعوا شه. آخه میدونی داستان چیه؟ داستان چقدر عشقی هست دیگه فکر کنم. نه داستان زمانیه که خب وقتی مشکی اومد هشاشینو داد خب و یک ترک سیاسی خون و به گفته خودش و ادعایی که داشت میگه من تو اعتراضات بودم. خب این تیکه‌ای که داره میگه خب حالا راست و دروغش من نمیدونم، خب احساس میکنم تو اون همون اعتراضاتی که بوده با دوست دخترش با زنش با هر کی، خب با هر کی که بوده یا داره مثلا اشتباه میکنه، مثلا میگه تو درگیری اینا تو این اختشاشا اینا شاید میگه عشقشو برای عموم میگه، برای خودش مثلا نمیگه. هر منظوری میتونه داشته باشه ولی من همچین حسی میکنم که انگار عشقش رو درگیری اعتراضات کشته شده. مدن شادیمو بردن، حالا اونیو دارم که جلو چشمش توی درگیری عشقشو کشتن. میشه بسازم رنگین کمون تو کولم رنگ و رنگ پر قرص سیگارام. چقدر قشنگ گفت میتونم بسازم رنگین کمون ولی بجاش تو کولم پر رنگ و رنگ قرصه. رنگ‌های مختلف قرصه. خیلی باحال. زهر میکشن توی ساعت انگاری توی جمع کردم تخصش. اشکام ریل خنده فیکن. اشکام ریل میگه اشکام واقعی ان، خندام الکیه فیکه. اشک واقعی الکی میخندم. ریل میشه واقعی. زیر عینک ابری چشمم یه روح پیر دارم توی این کالبد. با اینکه 23 ساله میشه جسمم شدم حساس عصبی کفری پر وسواس خطری قفلی. من تنهام علنی عمری پرم این دردای لعنتی مصری.
جالبش اینه که ترکاش هم فکر کنم کوتاهه، یعنی این سه تا ترکایی که داد احساسی بیرون هر چند روز داد بیرون همه 2 دقیقه 38 2 دقیقه اینجور چیزیه. آره ترکش و یه چیزی هم صداش احساسی بود و این که غیر از دومیه که یه ذره ترکیبی بود. آره گنگ احساسی امیدم بهت میداد مثلا مشتی من با اینکه مثلا ترکیدم تو مشتی باش تو هوا خود داشته باش. آها این سیگار خاموشه. اینو سیگار خاموش بود کام گرفت. آجی من حس میکنم این سیگار رو از دستی روشن نکرده. آخه خیلی زایه است. سیگار اصلا خاموشه داره کام میگیره. من میدونی چه حسی میکنم که طرف سیگار رو به دهنشه، خب بعد یه لحظه میخواد ور داره یه چیز صحبت کنه، نماره یه چیز صحبت کنه بعد روشنش کنه. یعنی دیدی مثلا من استفاده باگه این حرکت. آخه خیلی زایه، فکر نکنم باگ باشه. شما نگاه کنید بچه‌ها. دل بده به هم یه لحظه به یه داستان تلخ بیمزه، یه روز عادیه چند روز قبله توی مغزت بکنم رسمش. یه زنگ زدم به تراپیستم ببینم وقت داره واسه همین هفته. یه منشیش گفت آقا دانیال دکتر دیشب خودکشی کرده. یا حضرت دکتره آجی تو ویدیو اولش که بود با حرفای دانیال دیگه خودکشی کرد. پشمام چقدر خوب گفت. آقا یه بار دیگه گوش کنیم این چیکش رو. واسه همین هفته یه منشیش گفت آقا دانیال دکتر دیشب خودکشی کرده. پشمام هم سیخ شد. خیلی خوب گفت. خیلی حرفه. تو بری جای تراپیست در مورد مشکل روانی خودت باهاش صحبت کنی، بعد مشکلاتت انقدر حاد باشه که دکتر تراپیستی که به همه کمک میکنه تا درمان بشن خودش خودکشی کرده. بعد آخه اول ورسش گفت یه چند وقتی بهم آره داستانی به صحبت کنم. میگه دیشب زنگ زدم به تراپیستم منشیش گفتی خودکشی. بابا ولم کن. خیلی قشنگ. حاجی اصلا نمیشه. اون دکتره خب تراپیست هم است، باعث میشه که حالت رو خوب کنه. بعد ببین چه اتفاقی افتاده که دکتر از ناامیدی، دکتر تراپیست، دکتر روانشناس خودش خودکشی کرده. خیلی خوب گفت. چه تکسی این تیکش گاد بود. واسه همین هفته یه منشیش گفت آقا دانیال دکتر دیشب خودکشی کرده. با یه گلو مگه میشه چند تا بغضو کرد هندل. ساکتم و همین درد و کسخلم کرده. همه رفتارم اسکیزوفرنی تو سرم فکرم مشکی و چرکین. همه رفتارم اسکیزوفرنی. آره همون بیماریه. میگه همه رفتارم بر اثر بیماریه، بر اثر بیماری اسکیزوفرنیه که با یه سری اشخاصی که غیر حقیقی صحبت میکنم، سایه ها سایه میبینم. آره بیماری خیلی حادی هم هست. این درد و کسخلم کرده. همه رفتارم اسکیزوفرنی تو سرم فکرم مشکی و چرکین. یه نیکتوفلیای سایکو که 7 روز هفتش دلگیر. چون به هر کی که گفتم دوست دارم میخوام که رفیق خوبت باشم، در عوض همه محبتام با رفتاراش میگفت چونت پاره است. بابا خیلی دارکش. اصلا حاجی من حس میکنم مشکی از مثلا این ترک کلا رو یا برای خودشه یا از عمومه. میگه دیگه آدمای قبله نیستن دیگه، همه تو مثلا بشم بگی من میخوام آقا رفیقت باشم، میخوام مثلا کار خوبی بعد انجام، بازم کونت پاره میکنه بالاخره. ببین شایدم ببین من میگم شایدم به خاطر بیشترش به خاطر دوروبری خودش باشه. چون کسی که مثلا به همچین درجه‌ای میرسه، مخصوصا کسی که تو خود ایران اومده حالا کار سیاسی داده بیرون، خب بالاخره یک سری ازش دوری میکنن. میترسن به هر روشی. بعد میگه من به هر کی گفتم دوستت دارم، میخوام که رفیق خوبت باشم، میگه در ازای تمام محبتی که من بهش کردم با رفتاراش کونه منو پاره کرد. با رفتاراش من کونت پاره. زیاد اهمیت نداره. خیلی این قضیه دارکی. طرف یعنی آدم تنها، یعنی همین این کسی که تنهاه و میگه 7 روز هفتم دلگیرم. کلا یعنی افسردگی به نظرم خیلی حاد و همون بیماریه رو اینا. خوبت باشم در هفتش دلگیر. چون به هر کی که گفتم دوستت دارم میخوام که رفیق خوبت باشم، در عوض همه محبتام با رفتاراش میگفت چونت پاره است. با این حال بخشیدم، فقط نگاه میکنمشون و رد میشم. همونا که خودم پیک دادم دستشون، حالا توی مستی منو میکنن تهدیدم. حاجی خیلی حرف قفل ترک. خیلی حرف ترک حاجی اینو من تا یک ماه فکر کنم بتونم روش قفل بزنم. آره از اون ترک‌های قفلیه. میگه حتی تو مثلا میگه توی کاری که من خودم به تو یاد دادم کارا رو، حالا هر چیزی این تشویق کرد به پیک و عرق و اینا،
تو اون کاری که مثلا من به تو یاد دادم تو داری مثلا کون منو پاره می‌کنی، منو تهدید می‌کنی، برای من ادعا می‌کنی مثلا انگار کارگر اوستایی مثلا شاگرد اوستا میگه شاگرد اوستا شاخ شده مثلا. ولی خودم بودم به یاد به دادم. کی میگه اینو؟ ولی فکر کنم آدمای دورش یا عموم شاید عموم باشه. آره دیگه مثلا دوستایی که خودمون فلان اینا میکنمشون رد میشم، همونا که خودم فکر دادم دستشون حالا توی مستی منو میکنن تهدیدم. بابا دست خوش مشتی و عشق از کشتین تو دلم بزه نفرت، مرز جنون توی اعماق فکرم دارم نفرت هستم من بعد توی بازار لاشیا دیدنتون سر ذات خرابتونه نیست سر پول، نه مرام نه معرفت نیست سرتون، بیشتر شایعه حاجی من نیستمتون. نه بابا بنازم تمومش کرد شایعم گفت ممرضا شایعه کارو تموم کرد، گفت بیشتر از شایعه من نیستمتون. ترک نیستمتون شایعه. آره گفت من بیشتر از ممرضا شایعه نیستمتون. پشم آجی چون مشکی از اما تو جایی که ترکار شنیدم از علی سونا تو آهنگش استفاده کرده. آره. از شایعه من استفاده کرده. علی سونا آهنگش رو استفاده کرده بود اینجا از یه تیکه. آره رفرنس داشته، رفرنس به علی سورونا داشته. آره. توی ترک قبلیش به محسن چاوشی، علی سنتوری داشته، ممرضا شایعه استفاده کرد. خیلی خوب دارم نفرت هستم من بعد توی بازار لاشیا دیدنتون سر ذات خرابتونه نیست سر پول، نه مرام نه معرفت نیست سرتون، بیشتر شایعه حاجی من نیستمتون. نه Damn, Rason cooking hard. اینجا سیگار روشن شد. من میگم اون تیکه اصلا کامم نگرفت آخه، لب دهنتون ورداشت برگرد رو صحبت کرد. آره خیلی این تیکه آخرش بد سرتون، بیشتر شایعه حاجی من نیستمتون. نه بیشتر شایعه من نیست. Damn, Rason cooking hard. تیزر ویدیوی خفنی. چه تیزر ویدیویی؟ نیکوفلیا مشکی راسام سهرابی، ویدیو هم که از سجاد امیر حسین یاری، ادیتش هم سجاد آریانی، حسین آریانی ببخشید، امیر حسین آریانی. ادیت هم که با سجاد. خیلی ویدیو تیم قبلی هم با سجاد بود. تیمن دیگه. آره میگم تیم فیکسیه و خیلی عالی بود. کلا بچه‌ها حتما برای حمایت از هنرمند حتما اگه میتونین کارو از سانکلود یا یوتیوبشون حتما انجام بدین. داخل دیسکریپشن هم من هم چنل خود مشکی هم یوتیوبشو میذارم براتون، هم سانکلودشو میذارم براتون که اگر ندارینش حتما برین کاراشو دنبال بکنین و به صورت قانونی، چون چیزی خفنه. چون ببین بعد فرهنگ سازی شه دیگه، چون چیزی از من کم نمیشه. من اگه بخوام اون ترک رو دانلود کنم از اینترنت کرکی، خب با اون چیزی که من برم اونجا پلی کنم و گوش کنم هیچ فرقی نمیکنه. حمایت از آرتیسته دیگه. آره از تو چیزی کم نمیشه اگه این کارو انجام بدی. بهش انرژی میده. ادامه بده. آره با که فنای خیلی خوبی هم داره. مشکی فناش خیلی قوی ان. دمشون هم گرم. خیلی حال کردیم آقا. آقا این سه تا پارت مشکی که ما گذاشتیم تو یوتیوب بریم ببینین. این پارت آخرش بود و منتظر ویدیوی بعدی باشید. رپ استریت مهمون چش و گوش شما. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، حتما چنل رو سابسکرایب کنین، لایک، کامنت، مصطفی جان سابسکرایب، لایک، بزن دکمه رو، زنگوله رو فعال کن که ویدیو بعدی آپلود میشه حتما داشته باشینش. خب چاکس ماکس فاکس